خدا همه را همت قربانی کردن نصیب و روزی گرداند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من کان له سعه فلم یضحی ولم یقربن مصلانا، او کما قال رسول علیه الصلاة و السلام. کسی شرایط قربانی کردن داره قربانی نمیکند، نماز عید به نمازگاه ما نیاید. یعنی از آن نماز عید خواندن او پیامبر راضی نیست، در گروه ما آماده شریک نشود. میگه گناهش همیه که ترک واجب کرده، گناه البته. بنابراین به خاطر قربانی کردن برای کسی که صاحب نصاب باید، اما 35,000 سامانه که امروز نصاب اعلان شدگی است، صاحب نصاب زکات، براش واجبه که قربانی کنه که الله حتی در قرآن میگه فصلی لربک وانحر. پس نماز عید را بگذار برای پروردگارت خالصا لله. بعد از آن که نماز عید خواندی رو قربانی تا انجام دی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجت الوداع 100 شتر کشتن، 100 تا 63 تاش خش اومدن، 3 خشون ذبح کردن، 37 تاش حضرت علی رضی الله تعالی عنهم. حتی قربانی هایی که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردن، حضرت جابر بن عبدالله هم در یک روایت میگه من شاهد قربانی های پیامبر علیه السلام بدم. 2 تا خوشخوارهای میواد که خوشخوار فربه خاکستر رنگ شاخدار اخته کردگی بود. میگه میوارتش هم بگذاشت و این صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، میگو به طرف قبله نگاه میکرد و میگو اللهم منک و لک، پروردگار و تمام نماز و عبادت و تمام قربانی ها و حیات و زندگی مرگ من برای تو پروردگار عالم است. و میگو اللهم منک و لک بسم الله الله اکبر عن محمد و اهله. میگفت که این مال از جانب توست ای الله، تو ایره برای من دادی، وگرنه پر پولدار و مالدار، وگرنه پر کسی که نمیکنه قربانی. ببینید یا که هست میلیون ها انسان های هست که ندارن شرایط. خدای این مال توست، اگر ایمان میشد به این به دنیا می اومدم و ایره من برای تو، برای رضاگی تو قربانی میکنم از نام خدا و از نام اهل و بیت هم میگفت. و یک دیگرش میوار با همین دعا رو میکرد، میگو اللهم منک ولک عن امتی، خدایا از نام امت هایی که آرزوی قربانی کردن دارن نه که ندارن شرایط. یعنی امروز کنیم و جوان مرده که برای پیامبرش از نام پیامبرش حتی گوسفند دیگه بکشه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه را که یه روایت در مشکات هم میگذاره، حضرت پیغمبر بزرگوار گفتن تا روز حیات و زنده هستی در این دنیا، علی شرایط داشته باشه از نام من در عید قربانی که تمام گوشتاش به فقرای امت من تقسیم کن. یعنی برای یک روزی تولد شاید که هزارها دلار صرف کنی، لیکن اون پیامبره که روز قیامت یگانه پیغمبر ما رو شفاعت میکنن. حتی در روایت داریم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت من امتام در روز قیامت بشناسم، همه اون مردم که به سوی محشرگاه میروان به جهنم، بعضی آنها را ره سپار میکنن، بعضی او را از بین میدرم میگرفته. چه که فرزندات ها میشناسی از بین یک گروه گودکا باشه میشناسی میگیری شب گفتن از کجا میشناسی یا رسول الله؟ میگه اینها طهارت میکردم. در طهارت که جایشان آب میرسید اوجا نور میشود، چراغ میشود، روشن میشود. ما از نوری همه میشناسم که امت من که طهارت کرده که فقط پیامبر میدود از همونجا برای شفاعت میکنه. حتی پیش مرگش وقتی جان میداد رسول خدا، حضرت عایشه میگه بدنش همه خیلی گرم و تفسان شد که لطل در آب خنک میمادم ناجافیده در پیشانش میمادم بوغ میشد و گفت بسیار حرارتم بلند شده عایشه، برابر دو برابر انسان من حرارتم بلند بشود. لا اله الا الله و ان للموت لسکرات. حضرت عزرائیل گفت که این همه امتهای من هم خیلی وقتی جان دادند عذاب میکشن. گفت از الله خواهش دارم که تا روز قیامت چقدر امت دارم همون عذاب سکرات مرگ و موتش خالی بیار بالای ما بار که ما تحمل بکنم، نه که امت من عذاب نکشم. در شب معراج رفت، خدا گفت چی آورده؟ گفت گناه های امت آوردم. وقتی که از قبر بیدارش میکنن اولین کسی که هست او حضرت پیامبر است. جبرائیل میپرسه که خاکار ایرشای پیغمبر تازه میکنه، میگه امت های من چه حال دارد؟
او پیغمبری که همه حالت امت میگفت امروز این امت که به غیرت شده که یک قربانی نه اینام خودش بگیره نه اینام پیامبر صلی الله علیه و سلم. حضرت عایشه مادر پرسیدن از روایت پیغمبر میگه که بهترین به معامله من عمل ابن آدم یوم النهر احب الی الله من احراق الدم. میگه از همه محبوب ترین عمل در روز عید قربان از جانب بنده های خدا به سوی پروردگار این ریزاندن خون مال قربانی شه. برای چی؟ زیرا که تمام در جسد این مال قربانی چیزی که باشد، ببینید رودهش، شکمش که او رو میبرن بعد میپرتن، پوستش، پشمش، شاخش، تمام اینها در روز قیامت گفت در ترازوی اعمالش گذاشته میشه. اینا اجر و ثواب داره. حتی هر قیلی بدنی و اجر و ثواب داره. گفتن هر طور قری بدنش اجر و ثواب داره. زیرا برای آن گو محبوب ترین عمل بنده در روز عید قربان در نزد خدا قربانی است که قطره اولی خونش که در زمین میرسه پیش از آن که در زمین رسه در نزد الله میرسد. و حضرت چه گفت فتیبوا بها نفسا، شما قربانی های خوب قیمت مثلا فربه کنین و از قربانی های کرده که تو خرسند و خوشحال شوید، جیغ نشوید که چی به 7000 رو گرفتم میشیده 2000 شام 5000 شام. زیرا گفت اینها در روز قیامت سواره ها و مرکبای شما میشوند، سالم و تندرست شو کنه که شما رو خوب بردارن از پل صراط گذرانن. همه خاطر قربانی کردن برای همه امت پیامبر کدامش که شرایط دارد واجب است. این شرایطی که نصاب زکاتی که حضرت امام ابو حنیفه گفته این پول نقد نیست یا که پول تجارتی طلایی داشتگیش نه. مثلا اگر در یک 4-5 خانه ها زندگی کنی، یک خانهش برای خودت زنت، یک خانهش برای کودکات، یک خانهش برای مهمان، او دو خانه دیگه حساب میخواد. مثلا شیفانرهای دارین که یک تا ممکن ضرورت باشه و یا دیگه حساب میخوره. تلفن‌های دارین دو تا هست، یک تاش ضرورت های دیگه ضرورت نیست. لباس های دارین دو تا ضرورت های دیگه روش ضرورت. همه اینها رو حساب میکنین 35000 شو برات قربانی کردن واجبه. امروز دسترخوان هایی که میکنن در عید باور کنید پول یک گوسفنده. حالا این دسترخوان ها کردن واجب نیست. اگر پلی همین دسترخوان یک گوسفند خرن کشان با همو مثلا دسترخوان مونن یک کلچی عادی آرزو خود دیگر کشته، انا این میشود واجب به جا آوردن اجر و ثوابی که در خاندان مثلا حضرت ابراهیم یک بچه داشت ای بهرش گذشت خواست قربانش کنند. قدر مال و ثروتی که الله برای ما و شما داده یک قربانی کردن. ببینید این محبت اینمی مال و ثروت در قلب اونایی که نمیکنیم. قسمتش 3 قسمت میکردن قربانی را. حضرت عایشه مادر گفت که وقتی کشتیم پیغمبر خدا گفت 3 تقسیمش که 2 تقسیمش بده بکم بغلا، 1 تقسیمش مون گفت با خانه خدمان و مهمان ها میخوریم. حضرت دادن تقسیم کردن آمدن دستهای آلوده. گفت چیکار کردی عایشه؟ گفت 2 تقسیم دادم به همین همسایه و فقیر و کم بغلا. گفت نه تو 1 تقسیمش دادی 2 تقسیمش نه. یا برای خاطر انا برای چی گفتن؟ گفت برای که 2 تقسیم دادی در راه خدا و در نام مای ما روز قیامت میگیری. خداوند همه ما همتی قربانی کردن نصیب روز گردانه. و دوستایی که نمیدونستن حتی در کتابو هست که کسی در واجب بر قربانی 5 سال 6 ساله نکرده دیگه همون گوسفند قیمت مونه پولش بکن بغلا بطوری که پگه گناهکار پیش خدا داره. سبحانك اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک.